زنها حرکت کنید، پسر بسیار کنید. بعد 3 سال با یک زن 2 مرد می شود. باز حرکت کنید، بعد 5 6 7 سال با یک زن 4 مردک می افتد. یعنی که زنها پیش بود مرد 4 تا می گرفت، حاضر باشد زن 4 تا می گیرد. زنها با پیش همه زنهای تاجیکستان گیستوری میگه با بعض شما را من دختر هدیه میکنم، دختر میبخشم در حق شما، و با بعض شما را من پسر هدیه میکنم، بچه‌تون میدیم. او یزوجهم ذکرانا و اناثا، با بعضیتون هم دختر هم بچه میدیم. 1-2 بچه میتونم و 1-2 دختر میدیم. رب العالمین اینجا میگه من شما را هدیه میکنم، یعنی که از قوت خودت ندانی چیزا. وقتی فرزند داشتی فکر نکن که ای تنی ساعتت، ای پهلوانیت، ای بزبلگیت، بسیار بزبلاهای اصلا ندارد. در دوام آیت خدا میگه و یجعل من یشاء عقیما، بعضی از شما را عقیم به نسل میگرداند. از پشت اونها یعنی نسل به دنیا نمیارد. ببینه که رب العالمین در این آیت فرزند چی بگو؟ هدیه من است، یعنی که تحفه من است. نعمت فرزند نوری دیده است، بهترین هدیه خدا بخشیده است. فرزند نعمتی بزرگی است که برای پدر و مادر نوری چشمه، نوری چشم پدر و مادر فرزند در روشنی روشنایی راحت بخشنده برای پدر و مادر فرزند است. نعمت فرزند برای پدر و مادر چه نوری دیده است. این نوری دیده از کجا آمده است؟ بهترین هدیه خدا بخشیده است. پروردگاری هدیه را داده است، نباشه ای دستی تو چیزی نمی آید برای پیدا کردنش. بسیار شخصیت هستند که دکتر، طبیب به طبیب، مزار به مزار، ملا به ملا میگردند برای فرزند یافتن. 10 سال، 15 سال، 20 سال، اما نمییابند، چون که از جانب ملا و دکتر و مزار و طبیب نیست، از جانب بالا. اگر او بخواهد میتید به ملا و به طبیب، اگر او نخواهد خوشا صنعتگر کس قطره آب کند پیدا، چنین درها اینایات. اما پروردگار ذاتی توانا و بزرگه که از یک قطره آبی تو فرزند در کنار دبر چقدر گوهر قیمت بها، یک چیزی زیبای نورانی برای تو پیدا میکنه. یک آبی بدی پسته که وقتی که از تو جداش حتی طبیعت نمیکشه که به دستت بخبیش، بد است، پست است. از همه آبی بد، از همه آبی غجد و ناپاکی تو یک نعمت برای تو پیدا میکنه که دیدنش راحت میبخشه، سر و بدنش بوسه میکنی. دوریش برای تلخه، سخته. هیچ نعمت بهتر از فرزند نیست، هیچ نعمت بهتر از فرزند نیست، جز بجان فرزند را پیوند نیست. جز بجان فرزند پیوندی دیگه نداره، فقط بجان پیونده. روزای گذشته گفته یک پدر و فرزند جنایت کردن، حکمشو برآورده که حدشون بزنه. به چه خاطر؟ جنایت کرده هستن. پدر وقتی حد نوبتی خوچه زدن صداش نبرآورد، چون که جسمی خوچه، بدنی خوچه طاقت میکنه. مرد باید خوچه به دست بگیره، گر فریاد کنه بگن مرد نبوده، جوان مرد نبوده. وقتی حدی خوچه زدن طاقت کرد. بو چی نوبت فرزندش برآورده. وقتی فرزند یکم دوره را در پشت فرزند زدن، پدر آه گفت، پدر آه گفت، نالش کرد. یعنی که آزار فرزند در احساس طاقت کرده نتوانست. وقتی دیگه دوره را در پشت فرزند زدن، پدر فریاد کرد، گفتن ای پدر خودت زده، صدات نبرآورده. چی سبب است که وقتی که در پشت فرزند میزنی فریاد میکنی؟ در جسم و بدن تو نیست کو؟ پدر گفت که وقتی که در جسم و بدن من میزده من طاقت میکردم، چون که جسم و بدن من است. اما این لحظه که این جگرگوشه را فرزند میزنه، این لحظه این دره شما در پشت فرزند نه، بلکه در درون دل من رسیده ساده است. ببینه که فرزند چه احساسات داره برای پدر. و چه خاطر؟ به خاطری که هدیه قیمت است، هدیه بزرگ است.
او ذاتی که به شما را یه هدیهش کرده است او خیلی بزرگوار است که خیلی هدیه قیمت برای شما بخشیده است که بعد از رفتن تو نام شما گم نمی شود. بعد مرگ پدر آباد می سازد پسر، چون زنت شوهر کند یادت نمی سازد دیگر خاطر جمع باشد. دوام دهنده نام پدر که فرزنده پسره. به همین خاطر این نعمت از جانب پروردگار باید که انسان به قدر این نعمت قیمت برسد. اگر انسان یک قیمت داشته باشه در قدرش نمیگذاره که درش نمیمونه که برای در جایش میمونه که ایمین باشد، به تشویش باشد، کسی نبرش ندزدنش، خیانت و ضرر شد نرساند او چیز. فرزندم این چنین نعمت قیمت برادران است. در آخر آیت خداوند گفت و یجعل من یشاء عقیما. ای پدرها، ای فرزندارها، رب العالمین برای شما گفته شده که بعضی از شما را من به نسل گردانده ام. فرزند نمیابند، فرزند ندارند، میسوزند از داغی به فرزندی را. شما به قدر این نعمت برسید، به قدر این دادگی من برسید. من یه برای شما دادم. در کنار یک شخصیت یک رفیق دارید فرزند نمیابند میسوزند. بارها نزدیک ما میاد زنگ میزنه اصلا دعا کنید در جمعیت خداوند فرزند برای من بدید. ما دعا می‌کنیم دعای جمعیت انشاءالله خداوند به فریاد میرسه. اما تا اون نخواهد امکان نیست، ممکن نیست. هر چی دلم خواست نه آن میشود، آنچه خدا خواست همان میشود. هر چی خدا بخواه همون میشود. اگر 1000 دامولا اولیا دعا کنه رب العالمین که نخواه نمیشه. برای در اختیار او ذات رب العالمین در آخر گفت که انه علیم قدیر. پروردگار کو من دانا و توانا هستم. یعنی که میدانم که بکیر فرزند بتیم، بکیر پسر بتیم، بکیر دختر بتیم. ایچ زمان خدا میدانم رب العالمین. خب این آیت دلالت برای چی کرد برادران عزیز؟ برای نعمت بزرگ بودن فرزند. فرزند خیلی نعمت بزرگ است. انسان باید که به قدری این نعمتی که خدا داده است به قدرش برسد. فرزند باید تعلیم و تربیت صالح خوب بگرداند. در جای دیگر رب العالمین میفرماید که یا ایها الذین آمنوا قوا انفسکم و اهلکم نارا وقودها الناس والحجاره. رب العالمین میگه ای آن ذاتانی که ایمان آوردگی، ای مؤمن ها، نگه بداره نفسی خودتونه و اهل و بیتونه از آتش دوزخ که در دوزخ انسان سنگ میسوزه. ببین که رب العالمین تنها خودت نگفت که خودت نگه بدار که دوزخ نره، جهنمی نشه، خار نشه. گفت خودت، انفسکم، نفسی خودت و اهل و بیت، همسرت، دخترت، پسرت، نویرت نگه بدار از آتش دوزخ که در دوزخ سنگ و انسان میسوزه. آتش دوزخ ای حساب نیست برادر عزیز، چون اونجا نمیرن و تر علاوت کنن. اما گناهی که امروز کردن اما گناه اونجا آتش میشود و میسوزانه. جسم و بدن اخته و اهل فرزندان نگه دار. العالمین در این آیت فرزند چی بگو؟ هدیه من است، یعنی که تحفه من است. نعمت فرزند نوری دیده است، بهترین هدیه خدا بخشیده است. فرزند نعمتی بزرگی است که برای پدر و مادر نور چشمه، نور چشم پدر و مادر فرزند در روشنی روشنایی راحت بخشنده برای پدر و مادر فرزنده. نعمت فرزند برای پدر و مادر چه نوری دیده است. این نوری دیده از کجا آمده است؟ بهترین هدیه خدا بخشیده است. پروردگاری هدیه را داده است، نباشه ای دستی تو چیزی نمی آید برای پیدا کردنش. بسیار شخصیت هستند که دکتر، طبیب به طبیب، مزار به مزار، ملا به ملا میکردن برای فرزند یافتن. 10 سال، 15 سال، 20 سال، اما نمییابند. چون که از جانب ملا و دکتر و مزار و طبیب نیست، از جانب بالا. اگر او بخواهد میتید به ملا و به طبیب، اگر او نخواهد خوشا صنعتگر کس قطره آب کند پیدا چنین درهای نایاب. اما تا پروردگار ذاتی توانا و بزرگه که از یک قطره آبی تو فرزند در کنار دبر چقدر
گوهر قیمت بها، یک چیزی زیبای نورانی برای تو پیدا میکنه. یک آب بدی پسته که وقتی که از تو جدا شده حتی طبیعت نمیکشه که به دستت بخپیش، بد است، پست است. از همون آبی بد، از همون آبی غزد و ناپاکی تو یک نعمتی برای تو پیدا میکنه که دیدنش راحت میبخشه، سر و بدنش بوسه میکنی. دوریش برای تلخه، سخته. هیچ نعمت بهتر از فرزند نیست. هیچ نعمت بهتر از فرزند نیست جز بجان فرزند را پیوند نیست. جز بجان فرزند پیوندی دیگه نداره، فقط بجان پیونده. روزای گذشته گفتیم یک پدر و فرزند جنایت کردن، حکمشو برآورده که حدشون بزنه. به چه خاطر؟ جنایت کرده هستن. پدر وقتی حد نوبتی خوچه زدن صداش نبرآورد، چون که جسمی خوچه، بدنی خوچه طاقت میکنه. مرد باید خوچه به دست بگیره، گر فریاد کنه میگن مرد نبوده، جوان مرد نبوده. وقتی حدی خوچه زدن طاقت کرد، بو چی نوبت فرزندش برآورد. وقتی فرزند یکم دوره را در پشت فرزند زدن، پدر آه گفت، پدر آه نالش کرد. یعنی که آزار فرزند احساس طاقت کرده نتوانست. وقتی دیوم دوره را در پشت فرزند زدن، پدر فریاد کرد، گفتن ای پدر خودت زدی، صداتو نبرآوردی، چی سبب است که وقتی که در پشت فرزند میزنی فریاد میکنی؟ در جسم و بدنی تو نیست کو؟ پدر گفت که وقتی که در جسم و بدنی من میزده من طاقت میکردم، چون که جسم و بدنی من است. اما این لحظه ای که این جگرگوشه را فرزند میزنه، این لحظه این دره شما در پشت فرزند نه، بلکه در درون دل من رسیده ساده است. ببینید که فرزند چه احساسات داره برای پدر. به چه خاطر؟ به خاطری که هدیه قیمت است، هدیه بزرگ است. او ذاتی که به شما را این هدیهش کرده است، او خیلی بزرگوار است که خیلی هدیه قیمت برای شما بخشیده است که بعد از رفتن تو نام شما گم نمی شود. بعد مرگ پدر آباد می سازد پسر، چون زنت شوهر کند یادت نمی سازد دیگر خاطر جمع باشد. دوام دهنده نام پدر که فرزنده، پسره. به همین خاطر این نعمت از جانب پروردگار باید که انسان به قدر این نعمت قیمت برسد. اگر انسانیت چه قیمت داشته باشه در قدرش نمیگذاره که درش نمیمونه که عبارت در جایش میمونه که ایمین باشد، به تشویش باشد، کسی نبرش، ندزدنش، خیانت و ضرر شد نرساند او چیز. فرزندم این چنین نعمت قیمت برادر است. در آخر آیت خداوند گفت و یجعل من یشاء عقیما. ای پدرها، ای فرزندارها، رب العالمین برای شما گفته شده که بعضی از شما را من به نسل گردانده ام. فرزند نمیابن، فرزند ندارن، میسوزن از داغی به فرزندی را. شما به قدر این نعمت برسید، به قدر این دادگی من برسید. من این برای شما دادم. در کنار یک شخصیت، یک رفیق داره فرزند نمیابن، میسوزن. بارها نزدیک من میاد زنگ میزنه اصلا دعا کنه در جمعیت خدا فرزند برای من بدید. ما دعا می‌کنیم دعای جمعیت انشاءالله خداوند و فریاد میرسه. اما تا او نخواهد امکان نیست، ممکن نیست. هر چی دلم خواست نه آن میشود، آنچه خدا خواست همان میشود. هر چی خدا بخواه همان میشود. اگر 1000 داملا اولیاء دعا کنه رب العالمین که نخواه نمیشه، برای در اختیار او ذات. رب العالمین در آخر گفت که انه علیم قدیر. پروردگار گفت من دانا و توانا هستم. یعنی که میدانم که بکیر فرزند بتیم، بکیر پسر بتیم، بکیر دختر بتیم. ایچ من خدا میدانم. خب این آیت دلالت برای چی کرد برادران عزیز؟ برای نعمت بزرگ بودن فرزند. فرزند خیلی نعمت بزرگ است. انسان باید که به قدری این نعمت که خدا داده است به قدرش برسه. فرزند باید تعلیم و تربیت صالح خوب بگرداند. در جای دیگر رب العالمین میفرماید که یا ایها الذین آمنوا قوا انفسکم و اهلکم نارا
وقودها الناس والحجاره. رب العالمین میگه ای آن ذاتانی که ایمان آوردگی، ای مؤمن ها، نگه بداره نفسی خودتونه و اهل بیتونه از آتش دوزخ، که در دوزخ انسان سنگ میسوزه. ببین که رب العالمین تنها خودت نگفت که خودت نگه بدار که دوزخ نره، جهنمی نشه، خار نشه. گفت خودت، انفسکم، نفسی خودت و اهل بیت، همسرت، دخترت، پسرت، نویرت نگه بدار از آتش دوزخ، که در دوزخ سنگ و انسان میسوزه. آتش دوزخ ای حساب نیست برادر عزیز، چون اونجا نمیرن به طرف علاوت کنن. اما گناهی که امروز کرده، اما گناه اونجا آتش میشه، طرف میسوزانه. جسم و بدن خدا و اهل فرزندات نگه بدار از آتش دوزخ. فرزند دوام دهنده نام پدر است. فرزند شخصیتی هست که و چنان نعمت بزرگی هست که حتی دیدنش برای پدر راحت بخشنده هست، خوشحالی بخشنده هست. وقتی انسان فرزند چه میبینه، در کدام حالتی باشه، چه حالتی غضب، چه حالتی خوشحالی، وقتی فرزند دید آغوش کشاده میکنه، میگه فرزندم بیا یعنی آغوش من برای تو باز است. و وقتی که او به نزد آمد، او را در آغوش میگیره و سر بدنی فرزند را بوسه میکنه. یعنی چقدر نعمت قیمت، چقدر نعمت بزرگ که این از جانب پروردگار است. خداوند به یک آیت کریمه فرزند به عنوان هبه بیان کرده است. هبه یعنی هدیه میشه، ما و شما تحفه میگیم، یا اینکه به درستی بگیم پدر کرد. یا وقتی یک انسان یک کس دوست داره، کسی قیمت برای او هدیه میده. خداوند فرزند برای ما انسانیت، پروردگار بزرگوار، هدیه گفته است. در یک آیت کریمه میفرماید که استعیذ بالله، لله ملک السماوات والارض یخلق ما یشاء یهب لمن یشاء اناثا و یهب لمن یشاء الذکور او یزوجهم ذکرانا و اناثا و یجعل من یشاء